أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. با عرض سلام و درود و برکت فراوان از شبکه جهانی اهل بیت علیهم السلام بر شما بینندگان محترم و حق جوی عزیز. خدا در آیه مبارکه سوره حشر می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چرا که رسول خدا از اوامر بدهد بپذیرید و هر چرا که شما را از آن باز می دارد خودداری کنید. به تعبیر ما هرچه گفت انجام دهید انجام بدهید و هرچه گفت نکنید انجام ندهید انجام ندهید. بعد از این مقدمه یک سوالی طرح می کنیم. این سوال این است، البته از محور قرآن مجید و احادیث معتبر صحیح. این سوال این است که آیا ممکن است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امت اسلام را بدون مراقبت، بدون تعیین ترک کند؟ بیفایدگی. آیا ممکن است که خداوند پیامبری رو به مأموریت پیامبری انتخاب کند، 23 سال این پیامبر سختی و آزار ببیند، بی پایان، سختگی بی پایان بکشد اصلا، و این پیامبر امت ناتوان را بدون وصیت ترک کند، مثلا بدون خلیفه، بدون امیر ترک بکند؟ آیا ممکنه؟ این سوال ماست. اولا دقت کنید، وقت رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یا قبل از رحلت به مدت کمی مسلمانان محاط بودند، محصور بودند از دشمنان خارجی. امپراتوری روم بود، امپراتوری فارس هم بود. اینا دشمنان مسلمانان خارجی بودند. این یک. ما میخوایم برسیم به این که آیا ممکن است که پیامبر امت را بدون وصی، بدون خلیفه همینطوری بگذارد و برد؟ پس دشمنان خارجی داشت. 2، در خود خانه های مسلمانان منافقین هم بودن. اینها درو بودند. خدا هم در قرآن میفرماید: و من اهل المدینه مردوا علی النفاق. اصلا در سوره التوبه میگه، خداوند میفرماید و بعضی از
کسانی که در شهر مدینه هم هستند منافق، این یک، و بر نفاق ماهر و ثابتند. مردوا علی النفاق، نه فقط منافق هستند، اصلا ماهر بودند و ثابت هم بودند بر نفاقشون، عوض هم نمیشدند. این دو گفتیم دشمنان خارجی داشت و از داخل حالا منافقین بودن. سه، یعنی اینها اصلا نفاق در شماره 2 نفاق نشانی مجازی بود، یعنی پدیدار معلوم بود. ذکر منافقین هم در قرآن صدها بار یا که ممکنه هزارها بار، نمیدونم، خیلی زیاد، اصلا یه سوره کامل به نام سوره المنافقون درباره منافقین همش اصلا نازل شد، سوره کامل است درباره منافقین از اول تا آخرش صحبت میکنه. بر این اساس هر عاقلی قبول دارد که پیامبر و امت اسلام محاط به منافقین ظاهراً مسلمان بود. ظاهراً مسلمان بود. شماره 3، بودن طلقاء در میان مسلمین. طلقاء همون جنایتکاران جنگی که بیشتر از 23 سال بر علیه رسول خدا صلی الله علیه و آله جنگ میکرد، اینا جنگ میکردن بر علیه رسول خدا، ولی وقتی مسلمانان قوی شدند، داخل مکه شدند، این جمعیت طلقاء بار دیگر اینها شمشیر بر نداشتن، چون که مسلمانان خیلی زیاد بودن اونا کم بودن، شمشیر بر نداشتن از ترسشون. و پیامبر رحیم ما آنها را به خودشان سپرد. طلقاء گفت اذهبوا انتم الطلقاء، بروید شما طلقاء هستید، به خودشان سپرد. طلقاء هم بعد از ترس از مسلمانان ظاهراً مسلمان شدن. این ابو سفیان و سادات فرقه بکری بیشترشون از اینا هستن، از این طلقاء هستن. اصلا خود ابن تیمیه، این امام وهابیت، میگوید 2000 تا طلقاء بودند، اغلبشان از بنی امیه. این حرف یک شخص عالم امام اموی بود، ابن تیمیه، که متوفی سال 700 هجری. میگه 2000 تا از طلقاء بودند، اغلب این طلقاء از بنی امیه بودند. بنی امیه خب ابو سفیان و معاویه و برادران معاویه و خالد ابن ولید و این که شد شمشیر خدا، اینا بیشترشون مسلمانی درستی نبود، مسلمانی ترس بود، چون که پیامبر مکه رو فتح کرد، برگشت بعد از این همه سال که تبعیدش کرده بودن. وقتی هم برگشت اینا هم از ترس دیگه نتونستن شمشیر بزنن. ترجمه کلمه طلقاء این است، اون جنایتکاران جنگی. این شد 3. پس ما یکی رو داریم دشمنان خارجی بر امت اسلام در وقت پیامبر، 2 منافقین که صدها بار و بیشتر
قرآن درباره اونها صحبت می کند، یا ایها المنافقون، یا اینکه درباره و سوره کاملی درباره منافقین نازل کرد و همیشه به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، خدا به پیامبرش همیشه تذکر میداد از این منافقین. 3 شدن طلقا. دایره دیگر این است که آنهایی که یدخلون فی دین الله افواجا، اینها ایمان در قلبشان داخل نشده بود. قرآن هم میگوید قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. من رو مسلمان کرد. همین گفتن، همین کار دیگه نمیخواد بکنن. اینهایی که قرآن دربارشون میگه یدخلون فی دین الله افواجا در سوره نصر، اینها ایمان در قلبشون داخل نشده بود بیشترشون. قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. ای پیامبر بگو ایمان نیاوردید شما، پس بگویید مسلمان شدیم. فقط نگو مؤمن شدم، بگو مسلمان شدم. همین شهادت وقتی که گفتم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، مسلمان شدم. ایمان یه چیز دیگه است. ایمان هم علامات مؤمن در سوره مؤمنون هست، مقابل سوره منافقون. ای پیامبر بگو ایمان نیاوردید، پس بگویید مسلمان شدید. فقط نگویید ایمان، نگویید مؤمن. و باز هم کسانی بودن از مسلمانان، حالا این 4 تا شده، 5 تا، بعضی از مسلمانان بودن فی قلوبهم مرض. قرآنم درباره این صحبت میکنه. قرآن میفرماید دلهای مریضی دارند. اینجا بعضی از مفسرین میگن قلوبهم یعنی عقولهم، که نه دلهای مریض، عقلهای مریضی دارند. پس این مسلمانان حالا پیامبر میخواهد این خطرها رو از امت اسلام دفع کند. آیا عاقلی هست که میگوید امت را بیهوده تر کنه؟ عاقلی هست که مثلا بگه پیامبر گفت به من ربطی ندارد، من تبلیغمو کردم، اللهم اشهد انی بلغت، من تبلیغمو کردم، خدا ای شهادت بده من تبلیغمو کردم، من دیگه کاری به شما ندارم، هر چی شد که شد. من این مقدمه رو گفتم که اینقدر دشمن داخل صفوف مسلمانان هست که به عقل من و شما نرسد که پیامبر در میان این همه دشمن خارجی و داخلی، که داخلی خیلی بیشتر بود، منافقین بودند، طلقاء بودند، فی قلوبهم مرض بودند، مسلمان به زبان بودند، در بین همه اینا پیامبر بگه مثلا من دارم میمیرم، کاری هم به شما ندارم. عاقلی هست؟ غیر ممکنه، واقعا غیر ممکنه. و دلایلم خیلی زیاده که اینطور نشد. توجه کنید، با اینکه یکی از این دلایل کافیه. ابوبکر امت را بیهوده ترک نکرد، تعیین و انتصاب کرد. خطر رو دید و تعیین کرد. حالا یه سوال، آیا ابوبکر بر اسلام حریص‌تر از رسول اکرم است صلی الله علیه و آله؟ آیا ابوبکر کار خوبی کرد رسول خدا نکرد؟ این حرف عجیبی است.
ملتفت شدید؟ مثال دوم، عمر هم ترک نکرد امت رو. عمر هم سقیفه دوم رو نصب کرد، سقیفه سداسی نصب کرد، عثمان رو تعیین کرد. مگه این دوتا بیشتر از پیغمبر میفهمیدن صلی الله علیه و آله؟ و از این دو مثال قوی تر این است که هیچ کسی از مهاجرین و انصار، از مسلمانان اون وقت، بر این فعل ابوبکر و عمر عکس العمل منفی نداشتن. یعنی نگفتن این چی کاری شما میکنید که تنصیب میکنید. اصلا عقل میگه امت بی خلیفه ترک نمیشه. پس این یقین است که پیامبر بر خلافت و امامت باید تأکید کرده باشه. حالا این تأکید کجاست؟ با اینکه این واقعا از واجبات دینه، ولایت امر از واجبات دینه در هر دو طرف، همه مذاهب مسلمانان. اگر روی اسلام واقعی محمدی باشند که آنها پیرو حرف پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت باشند، یا اینکه از اسلام منحرف باشند، اینها همه اجماع کردند که ولایت امر و تعیین ولی امر واجبات دین است. پیامبر میفرماید اگه 3 نفر شما بودید رفتید برای سفر، حتما یکیتون رو رئیستون کنید. امیر امروا احدکم اذا خرج منكم 3 الى سفر فامروا واحدکم او احدکم. یکیتون رو باید رئیستون کنید، یکیتون رو امیرتون بکنید. سفر. حالا امت اسلام چه برسد به امت اسلام؟ آیا به عقل میرسه؟ واقعا عجب. اولا رسول خدا امام و خلیفه تعیین کرد. بله، هنگامی کرد که نه هنگامی، این یکی از بارها بود، آخرین بار بود. در آخر زندگی مبارکشون صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ائتونی بکتاب و دوات اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی ابدا. وای بر این امت، به من ورقه‌ای بدید، به من دواتی دهید، چیزی بنویسم که هیچ خطایی بعد از من رخ ندهد، گمراه نشوید. این در صحیح بخاری است، نیست؟ جلد اول است، نیست؟ صفحه 60 نیست؟ کتاب العلم، باب العلم، شماره روایت 3053، صحیح سند. ائتونی بکتاب و دوات اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی ابدا. به من ورقه بدید، به من دوات بدید که چیزی بنویسم هیچ خطایی بعد از من رخ ندهد، گمراه نشوید. پیامبر خواست گمراه نشید. چه کردید؟ انشالله بعد از این موضوع وقتی که تموم شد انشالله در خدمت شما هم هستم. اگه در این موضوع سوالی داشتید تماس بگیرید، حتما در خدمت شما هستم.
خواست اصلا گمراه نشید دیگه. پیامبر اکرم هم این حرف رو قبلا خب زده بود، ولی برای تأکید کردن. سنن ترمذی جلد 2 صفحه 543 میگه انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. من اون سند رو گفتم که عترتی بگوید. ابو هریره هنوز نیامده بود که بگه و سنتی. یعنی ای مردم، قرآن و ولایت دو ثقل گرانبها هستند و از هم جدا شدنی نیستند. این دو را در میان شما میگذارم که پس از من هرگز گمراه نشوید. گمراه نشوید. این گمراهی هایی که ما توش هستیم همش از اینه. همش از اون کسی است که وقتی که پیامبر گفت به من ورقه ای بدید واسه شما بنویسم، وقتی که رو بستر مرگ بود قبول نکرده. اون عمر لعنت الله علیه گفت ان الرجل لیهجر حسبنا کتاب الله. داره هذیان میگه. حسبنا کتاب الله، کتاب خدا کافیه، نمیخوایم سنت رو نمیخوایم. این هم خب معلومه، چون که بعد از شهادت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم عمر اصلا قبول نمیکرد که کسی احادیث پیغمبر رو بگه. اونم وقت خودشو میخواد که اثبات کنیم. ای مردم، قرآن و ولایت دو ثقل گرانبها هستند، از هم جدا شدنی نیستند. علی و قرآن یکیه. اونم تو احادیث علی مع القرآن و القرآن مع علی، علی مع الحق و الحق مع علی. این دو را در میان پیش شما میذارم که پس از من گمراه نشید. طول عمرشون چیزی ننوشتن. پیغمبر طول عمرشون چیزی ننوشتن. حتی قرآن هم امیرالمؤمنین می نوشت. اما در این مورد خاص به جهت اهمیت فوق العاده آن میفرماید بنویسم. من بنویسم. خیلی مهم بود. برای همین عمر میگه که هذیان میگه. صیغه دوم که پیغمبر امام و خلیفه تعیین کرد، انت ولی کل مؤمن من بعدی. ای علی، تو پس از من ولی هر مؤمن هستی. کجا نوشته؟ کتاب احادیث صحیحه البانی صفحه 263، شماره حدیث هم هست 2223 صحیح سندم هست. ما گفتیم احادیث معتبره میگیم و قرآن. ذهبی و احمد ابن حنبل و الحاکم هم این حدیث رو روایت کردن همینطور. علی منی به منزلت هارون من موسی. اینم استادمون الله یاری دربارش خیلی صحبت کردن. مکانت تو از من مکانت هارون از موسی است. اونم حدیث خودشو میخواد. کتاب سند ابی بکر ابن عاصم جلد دوم صفحه 860 این حدیث منزله رو همینطوری روایت میکنه و میگه که پیامبر در خیلی از جاها در خیلی از مواقع این حرف رو زد.
پس برای اینکه پیامبر خود را در بین این مشکلات و خطر دید و دورور این دعوت نوزاد، دعوتش نوزاد بود، مخاطر زیادی بود، خواست امت را محسن کند. حالا هر پادشاهی، حالا این مثال هم ممکنه مثال خوبی نباشه، ولی هر پادشاهی امروز ولیعهد داره. مردم میشناسن که اگر پادشاه رفت این ولایت امر داشته باشه که مشکلات در امت نشه. پس پیامبر تصریح کرد، گفت. ولی اصحاب چه کردن با این تدبیر الهی نبوی؟ در جلد 4 صحیح بخاری، کتاب رقاق، باب 53، عن ابی سعید خدری، ملتفت بشید، این حدیث خیلی مهمه. یه پیامبر فرمود روی حوض کوثر اصحاب من می آیند، بعضی ها اجازه ندارن آب بنوشند، میگویم خدایا اصحابم، یارانم، اقول رب ای رب اصحابی، جواب میرسد تو نمیدانی بعد از تو چه کردند و چه چیزهایی رو عوض کردند. لا اله الا الله، لا اله الا الله. در مسند احمد بن حنبل، مجلد اول، جلد اول، صفحه 537، در حدیث صحیح میفرماید یا رسول الله، چه کسی امر ولایت بعد از شما دارد؟ که ازش میپرس. فرمود اگر ابوبکر رو یعنی خود پیغمبر میدانست، فرمود اگر ابوبکر رو در نظر دارید او را امین و زاهد دید. حالا این من دارم حدیث رو نقل میکنم، نمیگم که اهل تشیع یا اینکه علماء شیعه این حدیث رو قبول دارن. حدیث ما با بقیه مذاهب منحرف هست، با مذاهب بکری، با مذاهب عمری. فرمود اگر ابوبکر رو در نظر دارند او را امین و زاهد خواهد دید. اگر عمر میگویید او را قوی خواهد دید. ماشاءالله قویش روی زهرا در اومد سلام الله علیها. و اگر علی را قبول کنید او را هادی و مهدی شما دید و شما را به صراط مستقیم میبرد. یکم دیگه حدیث رسول خدا کلامش هنوز تموم نشده. بعد از این که گفت شما را به صراط مستقیم میبرد، یه حرف دیگه هم زد. میدونید چی گفت؟ گفت و نمیبینم او را قبول کنید. سبحان الله. داره میگه من اونو میخوام ولی شما نمیخواید، شما حق رو نمیخواید. خود علی در خطبه شقشقیه هم اینجا هم ما ختم میکنیم و به تلفن‌های شما انشالله برسیم. در خطبه شقشقیه میفرماید در نهج البلاغه اما والله لقد تقمصها مني ابن ابي قحافه، ابو بكر بن ابي قحافه، وانه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرحى. لا اله الا الله يا امير المؤمنين. میگه هان به خدا قسم ابو بکر پسر ابو قحافه
جامه خلافت را پوشید در حالی که میدانست. چی میدانست؟ میدانست جایگاه من در خلافت چون محور سنگ آسیا به آسیاست. میدانست. شورا چیه؟ تنصیب، ولایت امر، خلافت، امامت. این امت به این همه دشمن. به خدا قسم ابوبکر پسر ابو قحافه جامه خلافت را پوشید در حالی که میدانست جایگاه من در خلافت چون محور سنگ آسیا به آسیاست. بعد تکمله میکنه در همین خطبه آن حضرت، خطبه معروف به شقشقیه، میگه تا نوبت اولی سپری شد حتی قضا منها لا اله الا الله حتی مضى الاول لسبیله. تا نوبت اولی سپری شد. فادلا بها الى ابن الخطاب بعده. و خلافت را پس از خود به پسر خطاب واگذارد. نهج البلاغه امیرالمؤمنین است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین است این کلام. لا اله الا الله. فیا عجبا بین هو یستقیلها فی حیاته اذ عقدها لآخر من بعد وفاته. خلافت را پس از خود به پسر خطاب واگذار. سپس میگه چه تفاوت فاحشی است بین امروز من با این همه مشکلات. میگه شگفتا، فیا عجبا، شگفتا. اولی با این که در زمان حیاتش میخواست حکومت را واگذارد، ولی برای بعد خود عقد خلافت را جهت دیگری بست. آیا به عقل کسی میرسد که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وصیت نکرد، ولی این حاج آقا ابوبکر وصیت کرد؟ علی میگوید، علی که علی مع القرآن و القرآن مع علی میگوید. علی که پیامبر میگوید او شما را به صراط مستقیم میبرد، هادی شماست. در کتابهای خود شما میگوید. چه سخت هر کدام به یکی از دو پستان حکومت چسبیدند. سلام الله علیک یا امیر المؤمنین، سلام الله علیک. حکومت را به فضای خشن گشانیده. لا اله الا الله، لا اله الا الله. به خدا قسم امت در زمان او دچار اشتباه و ناآرامی. در تکمله این خطبه شقشقیه در اواخرش اینو میگه درباره عمر، لعنت الله علی عمر. میگه به خدا قسم امت در زمان او دچار اشتباه
1. و ناآرامی 2. و تلون مزاج. سلام الله علیک. این نفاقی که از زمان رسول خدا خیلی بیشتر شد، اینکه آشکار شد. و انحراف از که؟ انحراف از چه کسی؟ انحراف از کجا؟ انحراف از راه خدا شدن. نهج البلاغه: به خدا قسم امت در زمان او دچار اشتباه و ناآرامی و تلون مزاج و انحراف از راه خدا شدند. و او در صحیح مسلم صفحه 281 از کتاب جهاد عمر میگوید به ابن عباس و به امام علی ابن ابی طالب علیه السلام میگوید شما ابوبکر را دروغگو و غادر، یعنی سمت چپ، و خائن و گناهکار، آثم، گناهکار دیدید و من را همونطور میبینید. عجیب، واقعا عجیب است. من رو همونطور میبینید. عمر میگه یا علی تو من رو دروغگو میبینی، تو من رو خائن میبینی، تو من رو گناهکار میبینی. از خود زبان عمره. آیا به عقل کسی میرسد که علی بیعت کرد با کسی که خودش میگه که دروغگوه؟ بیعت کرد علی ابن ابی طالب. حالا به اون بحث میرسیم. پس رسول خدا امت اسلام رو همینطوری ول نکرد و رفت. نگفت که من تبلیغمو کردم و به من هیچ ربطی ندارد، هر کاری میخواید بکنید. نه، منم این 2-3 تا از مثال هایی بود و احادیثی بود. 1000 تا مثال هست. منم از وقت شما نگیرم، انشالله به تلفن ها برسم. در خدمت شما انشالله هستم. یا الله. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. آقای جباری سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. از خداوند بزرگ توفیق و سعادت و استطاعت زندگی و حیات شما رو میخوایم. خیلی متشکر. خیلی متشکر. بسیار استفاده کردیم از این حقایق تاریخی اسلام که شما متذکر شدین. واقعا این صحبت های شما بسیار روشنی مندازه، انشاءالله که ادامه پیدا کنه برای اشخاصی که کوربین هستند، برای اشخاصی که یک خورده گوش هایشان که اینها به حقایق تاریخی پی ببرند و رای حقیقت. دیر نیست. بازا هر آنچه هستی بازا. بله درسته. دیگه روشن مشوه و اولاد خدا به حقایق بشنوانند که امی بچه ها و طفل هایشان، خانم هایشان بگوین و بشنوان و مطالعه کنن، از صحبت های شما استفاده کنن و از کتب امروزی که جهان رسانه‌ای استفاده کنن و به حقیقت پی ببرن. باید عقلشان باید واز باشد برای حقیقت. صلی الله علیه و آله و سلم. بله. موده. بله. که
فرموده هست که ملت من، امت من 73 گروه میشه و این سرکرده ها که به نام صحابه، به نام منافق، به نام دشمن پیامبر اسلام خود معرفی کردن، امروز اینا روشن شدن. یک تعداد به عقب زنا رفتن، تکلیف زنا انشاءالله که جزای خود میبینه و جهنمه. و امروز که شما خداوند خودش در قرآن میگه اللهم لعن قوم المنافقین، قوم الظالمین، قوم الکافرین. دیگه این دوست ها باید به این موضوعات بسیار زیاد به نظر بنده آزرده نشوند، حقایق بشنوند و صحبت های شما رو بشنوند و جناب آقای الله یاری که این صحبت ها رو میکنه به نظر من این نه نفاق مندازه، اینا فقط شما نور میارین بالای کتب، شما اخلاق اسلامی اساسی میارین برای مردم که اونا باید بشنوند. از خدای بزرگ توفیق همه شما رو میخوایم، بسیار موفق و کامیاب قربان شما برم. خدای عالم شما رو سپرده. خیلی متشکر، سلامت باشید. سلام علیکم، بفرمایید. میخواستم با آقای جباری صحبت. بفرمایید هستم، در خدمت شما هستم. آقای جباری السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. امیدوار هستم که شاد و صحتمند باشین. از اینکه شما با وجود شما خیلی متشکرم. آقای اللهیاری کمک میکنین. سلامت باشید. خداوند اجر بده. سلامت و غرض از مزاحمت می بود که فقط یک دعا بکنم. آقای جباری خداوند شما را در حفظ و پناه خود نگاه کنه. خیلی متشکرم. خداوند حیات طولانی براتان بده. سلامت باشید. من فقط دعای من اینمیست، چیز دیگه گفت کردن نمیتونم و غرض از مزاحمت همین بود که دعا بکنم. خدا انشاءالله شما را حفظ کنه. شما جوانی را شیری را امیدوار هستم کسایی هم که میشنون یک صلوات به خاطر ادامه زندگی آقای بزرگوار با صحت کامل بده. خیلی متشکر. انشاءالله خدا سلامت باشید. انشاءالله خدا شما رو حفظ کنه و خیلی متشکرم از این اخلاق. سلامت باشین. من آرزومند هستم که به حق 12 امام و 14 نور مقدس خداوند عمر طولانی براتون بده. سلامت باشید. قربان شما من برم انشاءالله. خداحافظ شما. خیلی متشکر. یا الله. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. سید ابراهیم حسینی هستم از شهر مزار شریف افغانستان. سید ابراهیم خیلی متشکر از تلفنتون، تماستون. بفرمایید، در خدمت شما هستم. ببخشید ما در جای زندگی میکنیم که همیشه با برادرای اهل تسنن سر کار داریم، همیشه جربت میکنیم. بله. خب اونا خدای ناخواسته دور از دانمایی شبکه شما را چیز دیگه میگن، قریب باشون درگیر شو. بله. میشنوین؟ بله. دیگه خداوند بعد تمام زمان شما رو کمک کنه که اینا رو جواب دندان شکن بدین که اینا مغزشون باشه و بفهمه که شیعه چی یا تشیع چی یا خاندان ائمه علیه السلام چی، اینا بفهمن که شیعه چی یا سنی چی، که راهشون کدام است، راهی که حقیقت داره. بسیار عالی. خیلی متشکر از تلفنتون. انشالله ادامه میکنیم با به برکت اهل بیت و برکت شیعه اهل بیت مثل شما. انشالله همیشه این علم و پرچم امام زمانمون عجل الله تعالی فرجه الشریف انشالله روی سر همه ما باشد و انشالله این همش توفیقه و شما در جاهایی که زندگی میکنید ما هم زندگی میکنیم در جاهایی که اهل تسنن هستن، ولی مهم این است که انسان به اونها اصلا قبول نکند که به خودش یا بر حساب اهل بیت دروغ بگه یا بر حساب اهل بیت بگه عمر رضی الله عنه.
یا بر حساب اهل بیت قبول کنه نه، یعنی اگه حرف درست و حرف صحیح و حرف راست و حرف قرآن و حرف سنت ازش خجالت آدم نکشه، بگه که مثلا خدا در قرآن درباره منافقین اینطور گفت که شما میگید هر صحابی، هر کسی که پیامبر رو دید صحابی هست و یار پیغمبر است، اشتباهست. قرآن میگه که شما ای پیامبر شما میبینی کسانی که پیشت وای میسن، میبینی از هندامشون هم خوشت، تراهم که انهم خشب مسنده، میبینی انگار مثلا یک کوهی هستند از ایمان، ولی همش دروغ، منافقند. برسیم به شما. یا الله، سلام علیکم، بفرمایید. سلامت باشید، قربان شما برم، بفرمایید. بگم به این راهتون خیلی مقتدرانه ادامه بدید، انشالله اهل بیت اسمت تورات نگهدار شما باشد. سلامت باشید، عزتتون بده، قربان شما برم. از یا علی مدد. از کجا زنگ میزنید شما؟ بله قربان شما برم. من انشالله همش از برکات دعوات شماست. اگه شما ما رو یادتون باشه همیشه در دعاتون، انشالله من در خدمت شما هستم. ادامه میشه انشالله این برنامه و همش در این مثال ها هست از قرآن و از سنت. مسئله سنت صحیح، اساس رو میگیریم. مثل امروز اساس رو گرفتیم، پیامبر وصیت کرد یا نکرد، آیا به عقل میرسه که نکرده باشه؟ همینطور میگیریم تا اینکه انشاءالله به همه موضوعات میرسیم که واقعا مسائل خلاف هست بین ما، بین اسلام خالی از تحریف. من اصلا شیعه محمد هستند، شیعه محمد هستند، واقعا حرفی که محمد زد رو پیرو بودن. همین هرچی محمد گفت ما دنبال محمد رفتیم. شیعه علی چون که محمد گفت علی رو بعد از من علی رو امیر بدانید، برای همین. بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. شبکه اهل بیت، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشید، بفرمایید. میشه وصل کنید با آقای جباری؟ هستم، در خدمت شما هستم، بفرمایید. خوبی آقای جباری؟ سلامت باشید، بفرمایید. آقای جباری؟ بله بفرمایید، امری به هست. من جماعت عمری هستم، آقای علایاری هم هستن؟ بله در خدمت شما هستم، از جماعت عمری. بفرمایید، سوالی هست؟ در خدمت شما هستم. در مورد عقیده خواستم باهاتون صحبت کنم. بفرمایید. راستش من میخوام شیعه شم. بله. خب گفتم راهنمایی کنی ببین چیکار کنم چیکار نکنم. انشاءالله در خدمت شما هستم. دیگه سوالی خب باید من چیکار کنم الان؟ انشاءالله در خدمت شما هستم. این آخوندهای ما گیر زدن میگن نمیخوایم تو شیعه شی. بله. شما از کجا زنگ میزنید؟ من از کردستان. کردستان کجا؟ کردستان ایران. کردستان ایران. بسیار عالی. انشاءالله من در خدمت شما هستم. جواب بشنوید انشاءالله. عمری. حالا من شخصا، یعنی اینم رأی شخصی منه، نظر شخصی منه. ممکنه استادمون آیه الله یاری یا اینکه شبکه جهانی اهل بیت
با من یا با این نظر مخالفت داشته باشن. نظر من اینه که ای عمری، من شخصا نمیخوام شما شیعه شی، نمیخوام شیعه شی، میخوام بشنوی، میخوام تفکر کنی، میخوام تدبر کنی. وقتی که پیرو شیعه شدن که مسئله رفتن حمام و اومدن بیرون از حمام که نیست. شیعه شدن فکره، این عقله، این مسائله که ما طرح میکنیم. شما در فکرت روزها و شبها میگذرد، شما فکرشو میکنی. خود علی ابن ابی طالب وقتی که در قلب شما می نشیند، دیگه نمیتوانید هم پیرو علی باشید هم پیرو کسانی باشید که علی درباره آنها بد میگوید، که علی آنها را دروغگو میبیند. شیعه نشو اینطوری، نه، شیعه اینطوری هم ما نمیخوایم. داریم، خیلی داریم شیعه داریم که از عمری هم بدتره. نه، خود علی ابن ابی طالب می نشیند تو قلب شما. وقتی که می نشیند دیگه نمیتونی بگی سیدنا معاویه رضی الله عنه و سیدنا علی رضی الله عنه. یکی رو باید قبول کنی. بعدم میگی که ما آخوندای ما قبول نمیکنن. یعنی چی؟ قبول نمی، یعنی شما وقتی که اینم درباره همین حرف شما خداوند آیه‌ای در قرآن گذاشته که روز قیامت این مردم جهنم بعضیاشون چی میگن اضلونا، اینا ما رو گمراه کردن. این اضلو کبراءنا، قرآن میگه بزرگان ما گمراهمون کردن. به ما چه؟ ملائکه برمیگرده پاسخ میده. به ما چه؟ تو عقل داری، عقل تو که نسپردی به فلان ملا یا فلان آخوند. عقل داری، به منم نسپر به من، به هیچ کسی نسپر، به عمرم نسپر، به ابوبکرم نسپر. خودت جواب خودت بده، خودت عقل داشته باش، خودت فکرشو بکن، خودت یعنی باید قرار خودت باشه که چی کار کنم چی کار نکنم. بعدم اگه مسئله اینه که اذیت میشی اونجا، خب ای واقعا خوشا به سعادت اون مسلمان اصلی شیعه محمد و علی باشد که اذیت بشد به خاطر مذهبش. بفرمایید. شبکه جهانی اهل بیت، سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید. بله باشد. از کردستان ایران اصلا یعنی نسپارید به کسی، عقلتون رو نسپارید. خودت ببین، نگاه کن، بخوان، روایت های خودتون رو بخونید، روایت های صحیح خودتون رو بخونید، ببینید چی درسته چی اشتباهه و بعد از اونم معلوم میشه. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. فقط صدای تلویزیون رو کم کنید، در خدمت شما هستم. علیکم السلام، بفرمایید. و علیکم السلام. سلام علیکم. بله میشنوم. حاجی آقا سوال داشتم. بفرمایید، در خدمت شما هستم. امی حدیثایی که شما خدمت بینندگان عزیزتان تقدیم میکنید یک کمک استاد دقیق‌تر تا دوستایی که میخواد بگیره امورا سریعتر داشت بکنه. چشم.
چشم انشاءالله. انشاءالله. یعنی وقتی که اسم کتاب یا صفحه یا جلدو میگم، درست؟ بله بله. انشاءالله در خدمت شما هستم. خیلی متشکر از تلفنتون. سلام علیکم، بفرمایید. فقط صدای تلویزیون رو کم کنید. انشاءالله در خدمت شما هستم که منو از تلفن بشنوید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم. سوالی هست؟ در خدمت شما هستم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم آقا. علیکم السلام و رحمت الله. یا علی مدد. یا علی مدد. سلامت باشید. خیلی متشکر از تماستون. بفرمایید. بزرگوارای های بعد از نماز رو میشه شما بگید تا ما یادداشت کنیم که بعد از نماز چه ذکرایی داشته باشیم؟ بعد از نماز؟ بله. چشم. در خدمت شما هستم. با اینکه موضوع یه موضوع دیگه است ولی در خدمت شما هستم. سلام علیکم، بفرمایید. فقط تلویزیون صدای تلویزیون رو کم کنید که منو بشنوید. قربان شما من برم. از همه من تقاضا میکنم که فقط صدای سلام علیکم. بله بفرمایید. شبکه اهل بیت. بله بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. آقای جباری؟ بله در خدمت شما هستم. خسته نباشید. سلامت باشید، قربان شما برم. بفرمایید. اهل بیته؟ بله شبکه جهانی اهل بیت. بفرمایید. خوب پخش نمی‌کنید که صدا ما را. بله بفرمایید. یه سوالی داشتم، من می‌خواستم از صدام از تلویزیون پخش بشه. خب بله بفرمایید، سوال شما داره پخش میشه، بفرمایید. کجا داره پخش نمیشه که؟ خب خیلی خوب، خیلی متشکر. حالا باشه بذار کن سر کنم پخش بشه تا کن. بله. الو. بله. نکن یه سوالی داشتم. بله. این علیکم حافظین کرام کاتبین. بله. یعملون ما تفعلون. یعلمون. فی نعیم ان الفجار لفی جحیم. بله. یصلونها یوم الدین. بله. آخرش میگه لا تملك نفس لنفس شیئا بله. والامر یومئذ لله. بله. بله. سوالتون چیه؟ سوالتون چیه؟ نکنان عجبا. بله سوالتون این چیه؟ آیه که قبول داری؟ بله. خب این آیه قبول داشته باشی آیا از شما سوال میکنن که آیا بگن عایشه چیکار کرده، علی چیکار کرده، حضرت فاطمه چیکار کرده، سوال شما رو زینب چیکار کرده؟ سوال خودت همین معنی کن. بعد نتیجه بگیر. منم یه مسلمانم، نه سنی هستم نه شیعه هستم. جوابتو بگیر ولی جوابتو بگیر. جوابتو بگیر، من جوابتو میدم. من جوابتو میدم. یومئذ لله. نمیشه که نه شیعه باشی نه سنی باشی نه چیزی باشی. پس چی هستی؟ مسلمان. اگه مسلمان باشی، مسلمان اصلی باشی، یعنی شیعه هستی، پیرو علی هستی. این جوابشو بدم. والامر یومئذ لله. عجب عوض میکنن. یعنی همین چی.
آیا میپرسن از ما که فاطمه، حالا فاطمه رو گذاشتی با عایشه، سلام الله علی فاطمه الزهرا، سلام الله علی فاطمه الزهرا، لا اله الا الله، میپرسن از ما؟ بله میپرسن. نمیپرسن اونا چی کار کردن، میپرسن ما چی کار کردیم. نمیپرسن که عایشه چی کار کرد، میدونی چی کار کرد؟ نه. میپرسن که تو چی کار کردی، که میدونستی عایشه چی کار کرد، تو چی کار کردی؟ هنوز پیروش بودی؟ والامر یومئذ لله، الله سبحانه و تعالی که امر اون روز قیامت پیش خداست. خب این خیلی از آیه ها هم میاد میگه که مثلا شفاعت پیغمبر رو میاره. خب این ضد این شد. ولی پرسش در روز قیامت این است که شما پیرو که بودید، شما علی را میشناسید و میشناسید که علی به حالا این شد حجت روز قیامت. نگی نمیدونم ای آقایی که به من زنگ زدی، نگی نمیدونم، چون که این فیلم قشنگ روز قیامت ملائکه و خداوند به شما نشون میده. اونجا دروغ نگی میگی من نه سنیم نه شیعه، راستشو بگو آره میدونستم، لکن اولوناشو بگو من گمراه بودم. ای رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا ترضا، منو برگردونید که من پیرو علی باشم، پیرو محمد باشم. محمد که میگه ای مردم این علی شما را به صراط مستقیم میبرد. شما نمازخون باشی ای مسلمون نشیعه نسنی، خب نمازخون باشی، چند بار در روز شما میگی اهدنا الصراط المستقیم؟ شما اومدی آیه میخوای برای ما تفسیر کنی؟ آخه نمیشه. وقتی که میگی اهدنا الصراط المستقیم یعنی ما رو به صراط مستقیم هدایت کن، و پیغمبر داره میگه صراط المستقیم این علیه، برو دنبالش. من گفتم از کجاست؟ از کتابهای شماست، از کتاب کافی که من نیاوردم به شما بگم. ابی سعید خدری، اون آقایی که به ما گفتم یکم کم بگیم. ابی سعید خدری در صحیح بخاری جلد 4 کتاب رقاق، باب رقاق، باب 53 صحیح بخاری جلد 4، شماره حدیث یا شماره روایت 6586 6586 صفحه 563. لازم نیست من همه اینا رو بگم، من فقط بگم صحیح بخاری جلد 4 صفحه 563 کافیه، ولی من برای تأکید میگم صفحه 563 بخاری مجلد 4. پیامبر فرمود روی حوض کوثر اصحاب من می آیند، شما اصحاب من می آیید، بعضی ها اجازه ندارند آب بنوشند، میگویم خدایا اصحابم جواب میرسد تو نمیدانی بعد از تو چه کردند و چه چیزهایی رو عوض کردند. من نیست، به خدا بخاری شماست، صحیح البخاری. میپرسند؟ آره میپرسه. نمیپرسه عایشه چی کار کرده، میپرسه شما میدونستی عایشه چی کار کرده، هنوز پیرو عایشه ای؟ آخه میدونی. نمیدونستی توی جای آفریقایی بودی مثلا که تلویزیون نمیرسه، یا اینکه این همه علم و تکنولوژی نمیرسه، نمیدونستی، قبول. ولی شما
میدونی داریم به شما نشون میدیم این کانالای مبارک اهل بیت و تابع به امام زمان است، عجل الله تعالی فرجه و شریف، کارش همینه که حجت بر مردم باشه، نشون بدیم این در کتاب ها اینطوریه، رسول خدا اینو گفته، رسول خدا گفته که شما میگید اهدنا الصراط المستقیم، الصراط المستقیم علی ابن ابی طالب است. همین. چرا دنبال صراط مستقیم نمیرید؟ سوال اینه. ای مسلمان، یا الله، سلام علیکم. علیکم سلام. بفرمایید. آقای جباری؟ بله بفرمایید. آقای جباری، من خواستم بفهمم از شما در وقتی که نماز میخونیم، بله، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بله، ما از چه کسی طلب میکنیم این وقت؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آیا از علی طلب میکنیم ما به راه راست هدایت کنه یا از الله؟ بله. طلب که نیست، این طلب که نیست، ولی بازم من جواب شما رو میدم. چشم. خیلی نه میفهمم. بله. آیا در قرآن جایی است که برای ما گفته باشه از شما درباره ائمه یا اماما میپرسیم اونا رو میدونی یا نه؟ بله بله، چشم، جواب میدم. چشم. درباره اعمال آدم میپرسم، نه درباره اماما یا درباره پیامبر میپرسم، درباره اعمال میپرسم. کجا نوشته درباره اجازه بده کجا نوشته درباره پیامبر میپرسه؟ پیامبر چیز؟ اول تو قبر رفتی، اول میپرسم ما ربک، الله رو میپرسم، بعد میگه بله من نبیو کن، این اسم پیامبر رو میپرسن. من در کجا آمده که اسم امام تو میپرسن؟ من امامو که بازم بعدش زود میپرسم من امامو که. شما اینو میگی منم اینو میگم. ما دینو که، من ربو که، من نبیو که، من امامو که. گوش بده. این قرآن شما برمیگردی آخه همین حرف عمر حسبنا کتاب الله، وقتی که میگه فقط کتاب خدا رو ما میخوایم، سنت رو نمیخوایم. کجای قرآن نوشته که نماز صبح 2 رکعته؟ کجاش نوشته؟ کجای قرآن نوشته که مثلا زکات این قدره، 2% یا 3% یا هر چقدر باشه؟ کجا نوشته؟ کجا نوشته که نماز مغرب 3 رکعته؟ کجای قرآن نوشته؟ ننوشته. نوشته نماز بخونید. چجوری ما نماز بخونیم؟ باید از سنت بگیریم. قوله و فعله، هرچی پیامبر گفت و هرچی پیامبر انجام داد، کار پیغمبر هرچی انجام بده. پیامبر وقتی که میگه ایاک نعبد، اصلا به ایاک نعبد و ایاک نستعین چه ربطی داره؟ پیامبر وقتی که میگه من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیه، کسی که بمیرد و امام آن روزش را ندانست یا نمیداند، مردنش انگار مردن جاهلیت است، موتش موت جاهلیت است، مستقیم میره جهنم. من ربک گفتی، من نبیک جوابم دادی. خب اینم از قرآن نبود. شما وقتی که به من میگی که بیا از قرآن به من بده، خب تو هم از قرآن به من. کجای قرآن نوشته که میپرسن من نبیک؟ نگفته، نمیگن. پس باید ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما خدا رو ایاک، تو را نعبد و تو را عبادت میکنیم و ایاک نستعین و از تو کمک میخواهیم. اصل کمک خداست، وسیله کمک محمد است. اصل کمک خداست، اصل شفا خداست، وسیله شفا دکتره، طبیبه، داروه. مگه خدا بدون دارو نمیتونه شفات بده؟ میتونه، ولی وقتی که شفا نمیشی باید دوا بخوری. پس دوا شد چی؟ آیا این شرک شد؟ شرک شد.
شرک نشد، این شد وسیله. باید این کار برعکس اگه نکنی اصلا ممکنه که پرسش بشه روز قیامت که چرا به دنبال دوا نبودی. پس بله، پرسش میشه که چرا به دنبال دوای روحی نبودی. دوای روحت قرآن و عطرت محمد، دوای روحت که اون جنت الخلد باشه، که اون بهشت باشه، صراط مستقیم باشه، راه مستقیم و درست باشه، علی باشه. بخاری میگه که علیه، بخاری میگه. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید. میخواستم با این آقایی که برنامه اجرا میکنه حرف بزنم. بله در خدمتم، بفرمایید. میخواستم بزنم شما نوشی آقای علیاری هستی؟ جان من چی هستم؟ نوشی آقای علیاری هستی؟ بله. خجالت نمیکشی؟ برایش خجالت کشم. سلام علیکم. میبخشید. بله سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. آقای جباری شبکه اهل بیت، در خدمت شما هستم. سلام عرض کردیم خدمتتون. سلامت باشید، قربان شما. علیکم السلام. محسن بگم بابا این جماعت عمری من زیاد باشون کار کردم. بله. نه عقل تو کلشون نیست. مشکل همینه، یعنی فقط یکم عقلشون رو تکون بدن. آفتابه میرفتن دشوی، بعد می آمدن وضو میگرفتن نماز میکنن. هرچی ما میگفتیم بابا باید الوز خودت پاک کنی، عقل تو کلشون نبی. بله. قربان شما، خیلی سلامت باشی. خیلی متشکر از التماس دعا. یا علی مدد، یا علی. سلام علیکم. سلام جعفری. سلامت باشید. علیکم السلام، بفرمایید. خوبی آقای جعفری؟ ببخشید من اول برنامه تماسم کرد. خوب هستید شما؟ سلامت. قربان شما برم. خیلی متشکر، بفرمایید. قربونه آقای انصاری. میگم آقای جعفری این که میاد میگه فقط قرآن کجا گفته؟ اولا آیه 55 سوره مائده رو بخوند و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر منکم. بعدم آیه 93 سوره حضرت یوسف علیه السلام که پیراهن حضرت یوسف چشمان پدرشه، اون پیراهن به قول آقای علیاری خیلی قشنگ. آقای علیاری بدجوری اینا رو میسوزونه. گفته دارن. بله. خدا حفظش کنه. خیلی متشکر. بهشون بگو اینه. بعد خود رسول خدا فقط متمرکز نشی که گمراه. داره قطع میشه این صدا. منو ببخش. کلام شما خیلی درسته. بله. نه آخه سوال ایشون اصلا به جاش نبود. یعنی میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین. کجاش میگه که تو قبر از شما میپرسن که امامتون کیه؟ یعنی چی؟ میگه پرسشو میخواد بدونه. ولی واقعا خب اطاعت، خب در قرآن همینطوری که شما فرمودید در سوره مائده هست که میفرماید خدا و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این وی که هست خیلی مهمه. این به علاوه است. و اطیعوا الله کافی نیست. اطیعوا الله کافی نیست. و این حرف واوی که هست، حرف و، خب که در عربی واو هست، این خیلی بزرگه در زبان عربی. این بهش میگن واو اضافه، وی اضافه. وقتی که اضافه باید بکنه، چیز بعدیش اضافه اولیه. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. الله کافی نیست، باید رسول باشه. حالا این دوتا و اولی الامر منکم، ولایت امر، امام عصر، اولی الامر منکم. خب این قرآنه.
کافی نیست. در قبر میپرسن من ربک، خب اطیع الله. من نبیک، خب اطیع الرسول. من ولی امرک، چی میگی؟ پدرم؟ ولی امرم پدرم؟ مدرسه که نیستیم که بری ولی امرتو بیاری. من ولی امرک، من امامک و اطیع و اول الامر منکم. مردم فقط این عقل باید تکون بخوره یکم. تو رو به خدا یعنی واز کنید عقلتون رو، فقط بشنوید و ببینید که درست یا درست نیست. اینقدر قفل نباشه عقل باز باشه. من این تلفن رو میگیرم و از شما هم معذرت خواهی میکنم انشالله تا برنامه بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام، بفرمایید. آقای جباری صحبت کنم. بفرمایید، در خدمت شما هستم. جناب علی آقای جباری هستی؟ بله بفرمایید، در خدمت شما هستم. حال شما خوبه انشاءالله؟ سلامت باشید، قربان شما. بفرمایید. خدا خیرتون بده. ارشد خدمت شما، این آقای الله یاری حدود 100 میلیون تومان به با پول بدهکاره. چرا خرابی میکنه این پول ما رو نمیده؟ خب دیگه من به آقای الله یاری میرسونم. خیلی معذرت میخوام از شما. مردم سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید. آقای جباری سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید. یا علی مدد. یا علی مدد، در خدمت شما هستم. بفرمایید، سوالی هست؟ خسته نباشید. سلامت باشید. خدمت شما شد که بنده توفیق ندارم که برنامه آقای علایری زنگ بزنم. بله. ایشون برنامه‌شون عوض شده، مزاحم شما شدن. هر مطلبی هست اون تا ربطی به برنامه شما ندارن. اگه اجازه شما باشه من باید برسم. سلامت باشید، بفرمایید. ربط مسئله دینیه، مسئله خاصه؟ یک پیام کوتاهی از این علمای عمری بله که گفتن ما نمیخوایم با آقا علایری مناظره کنیم و چی رو فلان، میخوام جواب اینو بدم با اجازه. بفرمایید، در خدمت شما هستم. من میشنوم. بله. شما تلفن آخر هستید. بفرمایید. بله. صدا خوبی ندارد آقای جباری؟ سلامت باشید، بفرمایید. بله، خدمت شما هستم که میگوید کسی که عایشه را کافر میخواند، این آقای ستار سیرت گفته بود. بله. یا کسی از این خواست که بیا با آقا علایری مناظره کن. بله. ایشون گفت کسی که عایشه را کافر میخواند من نمیتونم با او مناظره کنم. بله. خب این از منطق اینها. خب آیا مثلا آقای عاقل اگر عایشه را ما مسلمان میدانستیم دیگر مناظره چی معنای میداشت؟ خدا را به نادانی زدی یا مردم را نادان فکر کردی؟ آقا علایری از قرآن و حدیث خوب شما کفر عایشه و عمر و ابوبکر لعنت الله علیه اجمعین را ثابت کرده. لعنت الله علیه. تو اگر میتوانی باید دلایل او را رد کن، اثبات کن که آنها کافر نبودند. این که کسی عایشه را کافر میداند و من با او مناظره نمیکنم، باور کن که انسان ها که بالا نسبت حتی حیوانات هم با شما میخندند. خب یک دفعه بگو که نمیتوانی دلایل آقا علایری رد کنی. واقعا نمیتونن چون که از کتابهای خودشون است. یعنی چه بگن؟ یا اینکه بگن کتابامون اشتباهست، یا اینکه شیعه بشن. یعنی هیچ حرف دیگه ای نیست. یا این است یا اون. بله درسته. بله ولی خب ایشون باید یک دفعه بگوید که نمیتونن. بله. دیگه آقا علایری خودشون رو خلاص کنن دیگه. بله. و این بازمانده های این علمای عمری، بازمانده های علمای معبد آمون، این کافر احسان و وهابیت چیزی ندارن که رو کنن. تمام داشته های شما این علمای عمری همان حدیث و تفسیر خرافات مزخرفاتی است که امثال کعب الاحبار منافق برای شما اینا بجا مانده. بله. در این باره ابن خلدون کلام بسیار جالبی دارد که برز برسانم.
ابن خلدون میگوید در کتاب‌های تفسیری و سخنان بی‌سر بسیار زیاد است. بله. علت آن این است که جامعه اسلامی در آن روز دور از کتاب و علم بودند. چادرنشینی و بیسوادی بر آنان غالب بود. اگر به شناخت چیزی راجع به آغاز آفرینش و علل اشیاء و راز اصلی علاقه پیدا میکردن از اهل کتاب میپرسیدند. بله. این اهل کتاب خیلی مهمه. بله. و افراد مانند کعب الاحبار و حبل بن منبع و عبدالله بن سلام مرجع این پرسش ها بودند. از این روی میبینیم که کتاب های تفسیری منظور همین کتاب های تفسیری اهل سنت دیگه اهل عمری بله. از سخنان آنان پر است. نویسندگان تفسیر در شرح سخنان آنان را مسامحه را در پیش گرفتند، در حالی که ریشه این گفتارها یا تورات است یا مجموعات آنان. درسته. در مقدمه ابن خلدون درسته. 439 نقل کرده است. این هم مظهری از این تطار رسیدند. بله. این مطلب را روشنفکران عمری که دارای وجدانهای بیدار هستند و خوبی درک کردند. بله. گرچه با زبان نیاورند ولی وقتی که خودش با وجدان خود هستند و خوبی میگویند و خوبی میدانند که این دکانداران دین، این علمای معبد آمون و چیز دروغ و جز مردم فریبی هیچ چیزی ندارند و نه میشنوم، بفرمایید. خیلی معذرت بخوام مثلا قطع شد. به هر حال خیلی متشکرم از شما بینندگان عزیز و حقجوی محترم. هر کسی زنگ زد، تماس گرفت، دعا کرد، دعا خواست. انشاءالله خدا همه حاجتهای ما رو قبول کند و قضا کند انشاءالله. الهی یا رب، الهی یا الله یا حمید به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر السماوات والارض به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، یا الله یا الله یا الله. خدایا، خداوندا، پروردگارا، ای رحمان و ای رحیم، خدایا این امت را به پیغمبرت هدایت کن، به کلام پیغمبرت هدایت کن، به صراط مستقیم علی ابن ابی طالب النبأ العظیم هدایت کن. الهی تعجیل بر فرج امام زمان، الهی تعجیل بر فرج امام زمان. هم دعای فرج با هم میخونیم و انشاءالله در خدمت شما یک وقت دیگه انشاءالله هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.